بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله رب العزت خالق همه جهانند و هرچه که ما با چشممون میبینیم و آنچه را که در ذهن تصور میکنیم در این جهان و عالم و در این دنیای فاناور، از آسمان ها گرفته تا زمین، فرشتگان، انسان، جنات، سایر موجودات، سایر حیوانات، همه این جهان را الله تعالی با علمش و دانش وسیعش، دانشی که انتها نداره و آخر نداره، بسیار وسیعه، و با حکمتش که حکمت او لا یزال است و قدیم، و او حکیم بزرگ و دانشمند بزرگ و داره حکمت وسیع، و این جهان را با قدرتش الله تعالی پیدا کرده است. اگر میخوایم خدا را بدانیم، خدا را بشناسیم و به عظمت او فکر کنیم، به قدرت او فکر کنیم، ما این دنیا را نگاه کنیم. این زمین با این گستردگی و این کوهها، دریاها، جنگلها و انسانها که در این زمین زندگی میکنند و تمام پرنده ها، چرنده ها، حیوانات که از میلیارد و تریلیارد و هیچ حساب بشری نمیتونه اینها را در خود بگنجانه، به حساب. و دریاها را نگاه کنید، موجودات دریایی که در دریا زندگی میکنند،
حیوانات و آسمان ها و فرشتگان، انقدر الله فرشته آفریده که حد و حساب نیست و اینها در همین زمین هم هستند و اینجا در خدمت مردمان. من و شما هم فرشته ناحیه راست داریم، هم ناحیه چپ داریم. نیکی فقط اعمال من و شما را کنترل میکنه. فرشتگانی هست برای حفاظت من و شما، از جلو از عقب از هر طرف حفاظت میکنه. وقتی که قضای الهی برسه و تقدیر، اونجا خود را عقب میکشه. و الله یک نظام بسیار گسترده و یک نظام بسیار وسیع این جهان داره که الله تعالی جهان را اداره میکنه و مدیریت میکنه. و محور کل این جهان، محور عظیم این دنیا، محور بزرگ دنیا ذات یگانه الله است. و خلق و مخلوقات همه چشمشون به این محوره، به این مدیریت هست. چشم همه به مالک الملک هست، چشم همه به جهاندار هست، اونی که جهان خلق کرده و جهان اداره میکنه. و او تنها معبوده، تنها خدایه، تنها حق پرستش از آن اوست. همه باید نگاهشون به او باشه، توجهشون به الله باشه و هیچ لحظه نباید او خدا را فراموش کرد. که او ما را فراموش نمی کنه. وقتی ما یاد میکنیم او را، او از ما یاد میکنه و او از ما و از جهانان هیچ وقت غفلت نداره و همه وقت بیداره، خواب نمیره، نیاز به استراحت نداره و بیدار هست، حی و قیوم، زنده و پایدار و نگهدارنده همه جهان و همه عالم هست. و انسان ها را الله به دو دسته در این سوره والعصر الله تعالی تقسیم میکنه. انسان ها را و به زمانه و تاریخ الله سوگند یاد میکنه. و زمانه و تاریخ سوگند معنی اینه که این تاریخ گواهه، تاریخ شاهده و شما کل این تاریخ مطالعه کنید، تاریخ این عالم و جهان را، شما به همین نتیجه میرسید که انسان ها دو گروهند و دو دسته هستند و یک گروهی که بزرگتری در انسان ها، او انسان هایی است که الله میگه اینا به خساره هستند و به زیان رفتن، به طرف تباهی رفتن. چرا؟ که اونها این محورت ویل کردن، ترک دادن و به این محور، دور این محور چرخ نزدن، نگشتن و لگام بریدن، فرمان بریدن و تحت فرمان این محور عظیم نشدن. و اونها فرمان بریده اونها که برای اونها ایمان مطرح نیست به الله تعالی، اعتقاد قابل قبول، اعتقاد درست مطرح نیست. او اعتقادی که الله میخواهند. حلال و حرام برای اونا تفاوت نداره، جایز و ناجایز نیست. همون آیه که دنبال نفسن، ببینن نفس را چه چیزی خوشنود میکنه
رضایت الله را نمی بینند که الله به چه چیزی راضیه، رضایت نفس را می بینند. از دیدن خدا نابینا هستند و از فکر نسبت به خدا محرومند. اونا در این فکرن که نفس به چه چیزی راضی میشه، چگونه ما رضایت نفس را بگیریم. حول محور نفس دور میزنند و میچرخند. نفس هر چه بگه اونا اتباع از نفس میکنند. برای اونها جایز و ناجایز نیست، برای اونها حد و مرز نیست و نفس هم حد و مرزی نداره که به رضایتش تا آخر گرفته بشه. اونایی که دنبال نفسن در راه نفس جان دادن ولی نتوانستن رضایت نفس بگیرن. نفس سیر بشه و نفس گرسنه میشه و برای همه گناه ها تشنگی پیدا میکنه، گرسنگی پیدا میکنه و اینا دائما باید غلام نفس بشن و بنده نفس بشن و دنبال نفسن، نفس اماران. این انسان اونایی هستند که از الله فرمان بریدن و حول این محور نمی چرخند و به این محور فکر نمی کنند و اینها را الله می فرماید که اینها زمان شاهده که اینها به خساره افتادند. فرعون ببینید، نمرود ببینید، قومهای متمرد دنیا، قومهای سرکش دنیا، ملتهای که خدا را پشت سر قرار دادن. الله میگه اینه کتابای آسمانی را پشت سر انداختن، خدا را پشت سر انداختن، خدا را ویل کردن و لحاظا اینها به خساره بزرگ و نمک خوردن، نمک الله را، نمک دان شکستن، بر سیر سفره الله غذا میخورند، بر زمین الله زندگی میکنند، زیر آسمان الله هستند، نور خورشید این استفاده میکنند، نور ماه و ستارگان، هوای زیبا و پر لطافتی که جو استفاده میکنند، آبها که الله میفرسته و همه این آنچه که اونا استفاده میکنن امکانات مال الله است، از الله میخورند و الله اونها را خلق کرده و از یک قطره آب و یک قطره خون و یک تکه گوشت اونها را آفریده، ولکن اونها همه چیزا نادیده گرفته. ولهذا این انسان که در هر جایگاه باشن، در هر مقامی باشن، به هر موقعیتی را توی دنیا داشته باشند، پادشاه روی زمینم بشن، ولی اینها در خساره، در زیان و در نقصان. و این گروه اول هست. و گروه دوم اونایی هستند که به الله اعتقاد پیدا کردن، ایمان آوردن و نه تنها اعتقاد و ایمان به الله دارند که ایمان به الله که قابل قبول، ایمان به وحدانیت و یگانگی الله تعالی است، ایمان به آخرت هست و اعتقاد به حساب و کتاب و آخرت و برپایی میدان محشر و اعتقاد به رسالت انبیاء علیهم السلام. نبوت هست که الله تعالی نمایندگانی را از بشر انتخاب کردند و اونها را رسالت و پیامبری دادند و اونها صاحب وحیان و پیامهای الهی را به ما رسوندند که آخرینشون و خاتم النبیین که بعد از ایشون دیگر نبی تا قیامت نمی آید، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. و لحاظا راه و طریقی که تنها میتونه ناجی باشه راه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم است. بقیه همه ادیان مقطعی بودند
و مال شرایط و زمان خاص بودند و آخری که زمانشون تمام شده و الان همه بندگان الله باید به دین واحد که دین اسلام هست، دین حضرت رسول و راه و طریق و سیر ایشان هست، الله نجات را منحصر کرده است. و این نصوص قرآن همین میگه، وحی آسمانی هم قرآن میگه و هم سنت صحیحه و متواتره احادیث این میگن، قرآن هم میگه ان الدین عند الله الاسلام. و فرموده و بعد در جای دیگه همین سوره و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، هر دوتا در سوره آل عمران. و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، هر کسی غیر از اسلام دیگه دینی را جستجو بکنه جو قبول نمیشه. ولهذا آنهایی که بر ایمان دارن، ایمان قابل قبول و عمل صالح، تنها ایمان کافی نیست، عمل باید صالح باشه. اگر ایمان داره ولی عمل انجام نمیده، نماز نمیخوانه، روزه نمیگیره، زکات نمیده، حج فرضی را انجام بده و دیگر فرائض و واجبات را انجام بده، تکلیفهای شرعی را انجام بده، ولهذا عمل صالح چنان عامه که هر چه نیکی هست همه را در بر میگیره. شما سلام میدید به مردم، این عمل صالح. با اخلاق خوش با کسی برخورد کنی، عمل صالح. به کسی یک لیوان آب بدید، یک لیوان شیر بدید، عمل صالح شما انجام دادید. اکرام بکنید مردم را، انسان ها را احترام بکنید، شما عمل صالح انجام دادید. ترحم بر انسان ها بهترین عمله، نماز عمله، همه این اعمال در عمل صالح، عمل الصالحات، تمام اخلاق نیک، رفتار نیک و کل خوبی هایی که کسی در جهان کوچک و بزرگ انجام بده عمل الصالحات. و لحاظا می فرمایند هم ایمان ان عمل صالح، هم وصیت به حق. ببینی خیلی مهمه که آقا وصیت به حق جز عمل صالح، ولی الله این جدا آورده. وصیت به حق یعنی به راه درست. ما همیشه مردم توصیه به حق بکنیم، به واقعیت ها بکنیم، به حقائق بکنیم، حقیقت ها را ببینیم، حق را ببینیم. حق مهمه و حق دایرهش هم خیلی وسیعه و تمام راه های درست راه های حق، نادرست راه های ناحق باطله، یعنی از باطل اجتناب بکنه، بر سر حق قرار بگیره و توصیه بکنه به حق مردم، بی تفاوت هم نباشه، وصیت کنه مردم که بر حق بمانند و به سوی حق مردم توصیه بکن. و این و تواصوا بالصبر و چهارمی آن که وصیت به صبر بکنم مردم. ببین صبر چه محور بزرگ بعد در دینه، حق چه اندازه حیاتیه، ایمان عمل صالح چه اندازه مهمن، حق مهمه، صبر مهمه. چرا که صبر نباشه هیچی نیست. فاتحه خوانده شده صبر، شکیبایی، بردباری، حوصله، تأمل، ظرفیت. و تواصوا بالصبر، وصیت بکنید به صبر یعنی به ظرفیت. صبر بالاترین ظرفیت، بزرگترین ظرفیت که انسان تحمل داشته باشه، صبر داشته باشه و جای حقش هم طلب میشه از حقش گذشت بکنه. جای بالاخره بسیاری سخنان که پاسخ ندارن، مناسب نیستن، تحمل کنه، از خود ظرفیت نشان بده، از خود تحمل. اگر در راه حق
مصیبت می آید، پریشانی می آید، نگرانی پیش میاد، صبر بکنه، راه درست ببره، صبر بکنه، دیگران وصیت به حق بکنه. وقتی وصیت به حق بکنه ممکنه با مشکلات مواجه بشه، ولهذا انجا صبر و شکیبایی و از بردباری کار بگیره. و اینهایی که این 4 چیز را دارن: ایمان، عمل صالح، وصیت به حق و صبر. وصیت به صبر، یک دیگر را بگی وصیت کنی به صبر، تحمل، بردباری. همه ما باید جوانان ما این را وصیت کنیم. این سوره والعصر و این صحابه گاهی که یک دیگر را می دیدن امی سوره را تلاوت می کردن، با هم می نشستن این سوره را تلاوت می کردن. ببین 4 محور که 4 محور ما توی زندگی من رعایت کنیم. جوانان من صبر توصیه بکنیم، سلاح بر نمی دارن، آدم نمی کشن، صبر می کنن. صبر بکنن، صبر رحمت خداست. این همه قتلایی که الان رخ میده نتیجه بی‌صبریه. بالاخره برای کمترین چیز سلاح میکشن، با کمترین چیز کارد میکشن، خنجر میزنن، مردم میکشن، بعد پشیمان میشن، بعد میگه غلط کردیم، اشتباه کردیم. برای سفید متوسل میشن، به عالم متوسل میشن، به مسجد متوسل میشن، به هر چیز متوسل میشن که نجات بگیرن، ولی گیر میکنن. و لحظه این عرض سروران گرامی، صبر مهمه. زنان وصیت به صبر باید، جوانان خودتون را وصیت به صبر بکنید. جنگ درست نکنن، فتنه درست نکنن. فتنه ها و جنگ ها و همه مسائل از بی‌صبریه. میگه من توهین کرده، من پوش داده. خب بابا، پوش عوضش سیلی نیست، پوش عوضش مسلسل نیست. پوش داده، اشتباهی کرده، ابروی خودش را برده. تو صبر بکن، آدم بزرگتری را بگو، خدا سوال نکن که من میرم. گاهی بازی که فلانی فلانه گفته من برم دم خانه، بپرسن چرا به من توهین کرده؟ گفته چرا جنگ شده، آدمی کشته شده. بابا تو یک ریش سفیدی را بزرگتری را بگو به من فلانی توهین کرده، تا او بپرسه که شما چرا این توهین کرده. اونها بعد پشیمان میشه، میگه معافی میخواد از تو، این بهتره، دوست شما میشه آینده. وقت میگه قرآن که شما وقتی صبر بکنید در مقابل طرف دوست و از او درگذر بشید، او را ببخشید، آینده او دوست صمیمی تبدیل میشه به دوست صمیمی شما. و میگه که این با من برخورد نکرد، من توهین نکرد، من نزد، توانایی زدن من داشت ولی نزد، ولهذا آینده به او بدهکار میشه. و به قول بلوچان آینده منتوار میشه که من مردارا گرشی بدیه کو ولی آفرینه. تا طول زندگی آباد فراموش نکند که من بالاخره یہ بند خدا شمان منا انتقام نگرفت، تو من بخشاد. ولی بخشش خیلی مهمه، خیلی مهمه. و بعضی برادران چون گله میکنند که شما بلوچی هیچ صحبت نکردید. من آینده مجبورم که تو داخل بلوچستان رفتم، گفته که شما فارسی صحبت میکنید و ما دوست داری شما بلوچی. گفته که خوبه، حالا ما خواسته شما رعایت میکنیم، یک جمله بلوچی حرف میزنیم وسطا. و مهم یک نکته عرض بکنم که قبلا هم من حرف زدم و او اینه که 2 محور من و شما با این را داشته باشیم. مجموعه این سوره را که ما میخوایم در زندگی ما پیاده بکنیم، این سوره توصیه داره به 2 محور نگهداری. 2 محور
که محور عظیم و بزرگ و محور درجه اول خود ذات یگانه است الله تعالی. الله را نگهداری بکنیم و از او فرمان ببریم، هرچه که او دستور داده از باب ایمان، از باب عمل صالح، و ما خدا را نافرمانی نکنیم، وابسته الله باشیم، دل داده الله تعالی باشیم و همه وقت خدا را داشته باشیم، خدا را یاد بکنیم، از الله تعالی اطاعت کنیم، از الله فرمان ببریم و از او غافل نباشیم، نافرمانی او را انجام ندیم. و دومی محوری که من و شما نگهداری بکنیم این خلق، یک قسمت ایشورا در رابطه با خلق، همین تواصل بالحق و تواصل بالصبر و اینها بیشتر مربوط به مردم. محور دوم جهان بندگان الله تعالی هستند، خلق خدای. و شما وقتی که به خلق خدا ترحم کردید، خلق البته هم انسان شامله، هم بقیه موجودات شامله. وقتی که شما به انسانها ترحم کردید، بر انسانها رحم کردید، انسانها را نگه داشتید، مخلوق خدا شما ترحم کردید، شما محور دوم نگهداری کردید. این دو تا محور، محور عظیم و محور بزرگ ذات یگانه الله است و محور دوم خلق الله تعالی، مخلوق الله. چرا که الله سخت ناراض میشه وقتی که حق بنده اش طلب بشه. الله گاهی کسی را لعن میکنه که بر بندگان ظلم بکنه، حق بندگان بخوره، اجحاف بکنه و از نگاه الله میفته، از نگاه الله سقوط میکنه و الله شدید ناراض میشود برای بندگان و مخلوقش. و لحاظا با بندگان خوب بودن، با اخلاق خوب رعایت کردن، حقوق بندگان رعایت کردن، حرمت گذاری نسبت به انسانها و خدمت به انسانها، خیرخواهی مردم خیلی مهمه که حضرت رسول صلی الله علیه وسلم بیعت گرفتن برای همین هر دو محور. و جریر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه وقتی مسلمان شدند میگه با آن حضرت بیعت کردن، دو تا بیعت از او آن حضرت گرفت. یک بیعت بر به هر حال ایمان بود، نماز بود، زکات بود، و یک بیعت از او گرفتن بر خیرخواهی مردم، خیرخواه باشه، ناصح باشه، هم خالق نگهداری کنه هم خلق نگهداری کنه و این خیلی مهمه. و اگر ما ظلم نسبت به انسان ها بکنیم، حق انسان ها تلف باشه، حق انسان ها را در نظر نگیریم، حق مادر و پدر را، حق همسایه را، حق خویشاوندان، حق زن و فرزند، حقوق همه ضعفا، یتیمها را، فقرا را، تنگ دستانا، کسی که مشکل داره، اگر ما حق اونها را در نظر نگیریم نمیتوانیم که خدا را نگهداری بکنیم. محور اگر خلق کسی محور خلق از دست بده، انسانها را از دست بده، مخلوق از دست بده، محور اول که خالق او را هم از دست داده و او خدا از آن او نیست. خدا ظالم دروغ دوست نداره، خدا انسان دروغگو را دوست نداره، چرا که دروغگو هم به فریب میده مردم، دروغ میگه. و خدا انسانهای دو چهره را دوست نداره، دو رنگا، دو زبان الله نمیخواد انسانها را و نفرت داره از این انسانها. وقتی خدا نباشه و به چه چیزی خواهد بود؟ و بالاخره
وقتی خدا نباشه دیگه دینی هم نخواهد بود، مذهبی هم نخواهد بود، پیامبر هم از آن نخواهد بود، اهل بیت نخواهند بود، اولیاء الله و بزرگان هم نخواهیم داشت اگر اینها را داشته نباشیم. مهمه که ما هم خالق نگهداری کنیم و خالق در میان مخلوق نگهداری بکنیم. خالق بی نیازه، دستورات او را انجام بدید و این مردم دل مردم نگهداری کنه. شما دل مردم را کسی که به دست بیاره، خدا مال اینها است. خدا مال کسی نیست که دل مردم از دستش خون باشه و مردم از او احساس امنیت نکنن، احساس راحت نکنن، به ابرویشون، به مالشون، به حیثیتشون تعرض بکنه کسی و تجاوز بکنه نسبت به حقوق انسان ها. و لحاظ خدا هم از آن او نیست. او خود را مال خدا میدانه و خدا از او بیزاره. و لحاظ مهمه این دو محور اگر نگهداری بشه، همه جهان شما نگهداری کردید. مهمه هم برای حکومت ها و دولت ها چیزی که حیاتیه نگهداری الله و نگهداری خلق، نگهداری الله با عدالت، با اجرای انصاف و نگاه منصفانه است و ترحم بر تمام مردمه، اندیشیدن به تمام مردمه. هیچ کسی از ما بی‌نیاز از مردم نیست که ما احساس کنیم به مردم نیاز نداریم. نه، ما به مردم انسانیم و ما نیاز داریم به انسان، چرا که نیاز به الله داریم و الله را به دست نمی آوریم تا این مردم را به دست نیاوریم، تا بر این خلق خدا خوب نباشه، تا ما این مردم را دلشون به دست نیاید و در حق این مردم سالم زندگی نکنیم، در حق این مردم خیرخواه نباشیم، بهشتی هم نیست. بهشت نداره کسی که بالاخره خدا نداره، بهشت نداره کسی که مردم از دست بده. و لحاظ مهمه برای همه ما و هیچ وقتی بنده این فکر نباید بکنم، این فکر در سر بنده و امثال بنده بیاید که آقا من چه نیازی داریم به مردم؟ نه، شما اگر نیاز دارید به خدا، شما پس نیازی به خدا هم ندارید. اگر نیاز به خدا دارید از طریق این خدمت به این مردم، هر اندازه که تحصیل کردن، علما و معتمدینان و هر طیفی، شما نیاز به این مردم دارید. چرا که شما به خدا میخواید برسید، چگونه میرسید به خدا بدون مردم؟ حکومت، مسئولانان و این مردمند که رضایت این مردم هست، به دست آوردن دل مردمه و خدمت به این خلق که همه من و شما به این نیاز داریم. و امروز الحمدلله یک سری اتفاقات خوبه در کشور که پیش آمده و آقای پزشکیان که او زمانه وعده دادن و معلوم میشه که جناب آقای پزشکیان، دکتر پزشکیان تلاش داره که او وعده های خودش را تکمیل کنه و به هر حال لازمش آنه که بالاخره هر کسی که بخواهد کار مثبتی انجام بده، کار خیری انجام بده و در جهت احقاق حق و در جهت عدالت، در جهت انصاف قدم برداره، لازم همه اینه که او را مردم همکاری کنند، دعای خیر کنند در حق او و او را کمک کنند تا او بتوانه کارش را انجام بدهد.
و همین که بالاخره وعده داده بود که وعده های آقای پزشکیان خیلی هستند. حالا در لیست این وعده های جناب آقای پزشکیان همین که توجه به اقوام بود، توجه به مذاهب بود و الحمدلله قدم های مثبتی در این قسمت برداشته شده. البته اولی قدم ها هستند، هنوز مسیر خیلی طولانی هست و که در پیش او دعا کنی که شما موفق بشه بین و استانداری در کردستان گذاشتند از خود همان برادران کرد و معاون هم گذاشته، معاون رئیس جمهور گذاشته عزیزان کرد ما جناب آقای حسین زاده و معاون وزیر هم الحمدلله هست و از این طرف هم از دیگر اهل سنت هم اقوام گذاشته و داره میگذاره انشالله، معاون میگذارم و استاندار سیستان و بلوچستان هم گذاشتند ایشون و به هر حال ما به پال نیک میگیریم این حرکت ایشون و اقدام ایشان را و ما امیدواریم که این همه این ملت ایران، مردم ایران که بالاترین سرمایه این کشورند، این کشور هیچی نداره که بالاتر از خود این مردم بشه، ملت بشه و خدا رضایت الله تعالی هم بر رضایت مردم است و جناب آقای پزشکیان میدانه که این اقوام و این مذاهب همه ایرانی الاصل، ملت ایرانن، سرمایه این کشورن و اینها را هر قومیت را الله یک استعداد داده، مجموع میشه تکمیل میشه. تمام این قومیت های ایرانی، اقوام، مذاهب، زبان ها، گویش ها، همه نشانی قدرت الله و اینها وقتی که همه از عدالت بهره‌مند باشند، از انصاف بهره‌مند باشند، شایستگانشون به کار گرفته بشن، افراد توانمند و افراد لایق و این به هر حال انسجام بیشتر میکنه توی کشور و این همون جهتی که الله میخواهد و همون جهتی که دین اسلام میخواهد و دین به صورت نام متحقق نمیشه که ما بگیم ما دین داریم، دیندار تسبیح بکنی 1000 بار بگه مسلمان نه. کسی که نماز نخوانه و مسلمانیش چه میشه؟ کسی که عمل نکنه به دین، به این که تسبیح میکنه روزانه 1000 بار اسلام که نمیشه. اسلام با عملگرایی مهمه و تا حالا مهمه اون چیزی که شکایت مردم بوده، دغدغه ملت ایرانه و خواسته های مردمان همه نیازن. ملت ایران زیاده خواهی نکرده، ملت ایران عدالت میخواد، ملت ایران انصاف میخواد. انصاف اگر نباشه و عدالت نباشه دین نیست، اصلا دین وجود نداره. وقتی عدالت نباشه بالاخره و چه دینی است؟ وقتی عدالت باشه، انصاف باشه و بالاخره دین هم همین میگه، خدا هم همین میگه، ملت هم راضی میشه و از خواسته های محوری همه ملت ایران، ملت ایران همه به اتفاق نظر داره رفع تبعیض. و وقتی که در جهت رفع تبعیض اقدام میشه، یعنی در جهت برآوردن خواسته مهم ایرانیان، ایرانی شیعه باشه، سنی،
مسلمانه یا غیر مسلمانه. ما معتقدیم که ملت واحده هستیم، همه ما ملت ایران یک ملتیم و مذهب هر انسانی بالاخره هر کسی به هر مذهب اعتقاد داره خدا را بندگی میکنه، مذهبش مال ما نیست، مذهبش مال الله. شما اعتقادتون مال ما نیست، شما اعتقادتون مال الله است. خوب عمل کنید، اعتقادتون درست باشه، عمل کردتون درست باشه، الله راضی میشه. و کسی که نماز نخونه به ما ضربه نمیزنه، به خودش ضربه میزنه. کوتاهی بکنه در دین بالاخره ضربه به هر حال خودش میزنه. و غیر مسلمانان اقلیت دینی که در ایران هستن خب خودشون بدانند و اعتقادی که دارن، ما با اعتقادشو چه کاری داریم؟ و لحاظا توی کشور آزادن، همه آزادن. و اما ملت ایران، کل این ملت یک ملتی هست. هر کشوری بالاخره یک ملیتی داره و اینجا ملیت یکی هست. برای ما هیچ تفاوتی نیست بین همه اینها. و این یکی از خواسته های مهم ملت همه اجرای عدالت و انصاف. از عدالت اونور ما هیچی نمیخواییم، از انصاف اونور هیچی نمیخواییم. ملت هم خواسته نداره. و خواسته مهم دیگری اینها آن هست که به هر حال اقتصاد و معیشت هست که تمام این ما توصیه من هم همینه. این خواسته بنده نیست، خواسته تک تک زن و مرد، پیر و جوانه و همه مردم عزیز ایرانه که تمام دستهای که به منابع ملی دست انداختن، منابع ملی مال همه ملت و اینها دستها بالاخره قطع بشه از منافع ملی. این تمام منابع ها این ملی باید همه برن و در بیت المال و خرج منافعشون خرج اشخاص نشه و خرج مردم بشه. ما برای همین خاطر ما توصیه کردیم که شما روی مذهب خرج نکنید و الان ما توصیه من به همین خود ما نگرفتیم. هیچ زمان در 45 سال ما از دولت برای امور مذهبی پول نگرفتیم، نه برای مسجد گرفتیم. اینجا آمدن گفتن شما درخواست بدید. در دوره گذشته اسبق بالاخره گفته شما درخواست بدید مسجد کمک میکنیم. ما گفتیم که ما درخواست نمیدیم و درخواست نداریم. این مسجد باید مردم که نماز میخوانم بسازن. ما با پول مردم مسجد میسازیم، با پول مردم مدرسه را اداره میکنیم و مدارس و روزی که پول مردم نباشه بالاخره ما مدرسه که بسته بشه میبندیم مدرسه را. و اگر ما نتوانیم 1000 طالب نگهداری کنیم 100 نگهداری میکنیم، 50 نگهداری میکنیم. ولی ما اعتقاد اصلا نداریم که از هیچ جای دنیا بعضی گفتن که شما از کجا پول میگیرید از برای ساختن این مسجد؟ که گفت که شما نمیدانم فلان کشور. من خیلی خنده گرفت و من خنده کردم. ما گفتم که اصلا این جزء معتقدات ما نیست. اگر او کشوری که شما نام میبرید و هر کشوری ما پول بده، ما انشالله پولی او را بر نمیداریم. و این بالاخره اعتقاد ما هست که و توصیه ما هم همینه. به دولت هم توصیه ما به مسئولان بزرگان میگیم که شما 1 ریال از پول بیت المال به مذهب خرج نکنید و نگیرن، بله علما هم نگیرن. اگر
پول دادم مردم شما کار کنین، ندادن شما هیچ مسئولیتی هم ندارید. بالاخره بقای مذهب به همینه. اگر شما بخواید پول خرج کنی که مذهب باقی بمانه، نه مذهب از دست میدید. و شما مذهب هر کسی داره خودش خرج بکنه. هر کسی میتونه بره به حج، نداره شما پول ندید که بری به حج از بیت المال. شما پول ندید که آقا فلانه جا بری زیارت کنید ما پولتون میدیم. نه، او همون عبادت خراب میشه، عبادت از دست میره، حج خراب میشه. و بگذاری هر کسی پول داره بره حج، نرفت بر سری او نداره، بر او حج نیست. و هر کسی از خودش بره. و این بقای مذهب، بقای دین، بقای دین. توصیه ما در بسیاری اوقات همین بوده که گفته شما اصل دین نگهداری کنه، دنبال نگهداری مذهب نباشید، دنبال اصل دین. اگر دین باشه من و شما هستیم، اگر دین نباشه هیچی نخواهد بود. و سیاست نگهداری دین همینه که به دین هزینه نکنید. سیاست نگهداری مذهب همینه که مذهب دولتی نکنید، دین دولتی نکنید، مسجد دولتی نکنید و حوزه دولتی نباشه. و اینها اعتقادات من هست. و اگر کسی اعتقاد من رد میکنه بکنه، انتقاد بکنه. شما هر حرفی که بنده میزنم جز خیرخواهی دیگه چیزی نیست. ولی اگر شما دلائل دارید و دلائل رد کنی حرف منو، ولی حرف را بشنوید که مذهب باید استقلالش را داشته باشه و بالاخره وابسته نشه. وابسته که بشه اولی ضررش اینه که حرف حقا نمیتوانیم بزنیم. اگر زدیم حقوق ما بسته میشه. بله. ولی استقلال امور دینی، استقلال امور مذهبی میتونه سبب بقا باشه. خواسته ملت الان مهمترین خواستش اقتصاده. و ما توصیه من به مسئولان کشور آن است که این فساد که در کشور افتاده با تنها دستگاه قضایی حل نمیشه، با محاکمه حل نمیشه، با دستگاه های امنیتی تنها حل نمیشه. باید یک انقلاب صورت بگیره. چون این فساد چنان ریشه دونده که نه امنیتی ها میتونه حریب باشن، نه نظامی ها میتونه حریب باشن، نه قضایی میتونه. اینا چند سالی که در کار میکنن و کار به جای نرسیده، فساد ادامه داره. یک انقلاب باید شکل بگیره که فساد از کشور ما ریشه کن بشه. فساد مالی، سوء استفاده مالی، تمام ارگانها و نهادهایی که منافع دارن، جای شخصیت منافع داره، اینا همه دست بکشن و تحویل بدن به دولت، تحویل بدن. و اینها همه در جهت تمام این فعالیت چرخش به سوی ملت. چرا که هیچ حق بر گردن همه ما و بر حق نظام و بر حق در که مسئولان سنگینتر از حق ملت نیست. اول حق ملته. و وقتی که ملت گرسنه باشه برای ما جایز نیست جای دیگه ما امکانات بدیم. و همین قول مردمی که میگه چراغی که به خانه لازمه به مسجد روانی است. درسته، این حرف منطقی ما میپذیریم. شما چراغ خانه تون به مسجد نیارید بچه‌تون تو تاریکی. و شما بچه‌تون گرسنه، شما نمیگید که پول بده به مسجد، ما مسجد میسازه. نه، بری به بچه‌های خودتون خرج کنه. و این
محکم ترین مضبوط ترین قبلا امر کردن که حکومت در دنیا اونه که خدا را نگهداری کنه و ملت را نگهداری کنه، ملت را داشته باشه. ملت از خواسته های ملت آزادی ها هست که آزادی های مردم تامین بشن و آزادی های مذهبی و آزادی های بیان، آزادی های کلام و اینها چیزای خوب هست. شما اینا را تامین بکنید، هم الله رضایت الله را هر کسی تامین بکنه گرفته، هم رضایت ملت را گرفته است. الله تعالی توفیق عنایت کنند و ما امیدواریم که همه این بالاخره در جهت رضایت مردم ملت میشه و ما هم برای ما خواهان رضایت قوم خودمون نیستیم. ما همه اقوام ایرانی برای ما مهمه و همه مذاهب که اینجا هستن، همه ملت ایران برای ما حیاتیه و ما خودمون را از ملت ایران جدا نمیدانیم. به رنجای اینا شریکیم، به غمهای اینا. من یاد کردم شاید که در خوزستان برای اولی بار استاندار عرب گذاشته جناب آقای پزشکی. یعنی به هر حال این تاثیرش مثبته، به نفعه، به خیره و دایره ها را وسیع کنیم، چارچوب ها را گسترش بدیم و به مردم محور باشیم. مردم محور، خدا محور، مردم محور و سعادت در اینه. و به هر حال مردم ما در استان خوشحالن از این واقعیاتی که اتفاقاتی که در پیش می آید و انتظارات اتفاقات بیشتر دارن و ما امیدواریم که در همه ادارات و بالاخره ادارات خودشون اقدام بکنن. هر یک سازمان خودشون اقدام بکنن به کاربگیری مردم شایسته. مدیران ضعیف نیارن، مدیران ضعیف فاتحه ما را میخوانن، فاتحه حکومت را میخوانن، فاتحه ملت را میخوانن. مدیران ضعیف از هر قومیتی باشه و فاتحه ما هم خوانده شده. اگر مدیران ضعیف از ما بیارن، مدیران شایسته، مدیران توانمند، الحمدلله استانداری را که انتخاب کردن آدم شایسته و آدم توانمندی است، گذشته ثابت کرده. و اینجا ما اختلاف هیچی نداریم، نه در کشور داریم ما اختلاف، نه در استان داریم. اینجا همه قومیت ها که اینجا کنار همه، ما سیستانی، بیرجندی، یزدی، تهرانی، هر کسی که اینجا هست همه عزیز ما هست. برای ما هیچ تفاوت نیست بین این مردم و ما توصیه میکنیم به حقوق همه توصیه میکنیم. یا توصیه تنها توصیه به قوم نمیکنیم، به همه میکنیم. همه یکی هستند و ما در کنار همیم و امیدواریم که ما حتی از بسیاری از حقوقهای سخت و پیچیده ایمون هم روز گذشت بکنیم، برای ملت ایران گذشت میکنیم، برای منافع ملت ایران، برای منافع کشور. از حقوقمون که بگذاریم، برای پول نمیگذاریم، برای چیزای دیگه نمیگذاریم، برای حقوق ملت ایران، برای کشور میگذاریم، برای مردم کشور میگذاریم. این برای ما آسان‌تره از هر گذشته دیگه و انشالله این در آینده با شما صحبت میکنیم. الله تعالی توفیق عنایت کنه و ما امیدواریم که الله تعالی موفق بداری حرکت به سر منزل. یک حرکت اینه که در جهت رفع همه نابرابری هست و یک حرکت دیگه مهم در جهت تامین ملت ایران. من خوشحال شدم که شنیدم که آقای پزشکیان دستور داده که به همین کسانی که از مردم عزیز ما که در معدن کشته شدند،
اینها را هر یک را یک منزل دادن، یک منزل به خانواده‌اش تعلق گرفته. دستور دادن به وزیر کار، وزیر راه ببخشید، و اون وزیر راه عرض به حضور شما به اینها منزلی دادن و این مای خوشحالیه، خیلی خوب هست و ما امیدواریم که مشکلات الله تعالی حل بکنه و آینده روشن و درخشان و امنی را ما مطمئنا این نوع اقدام و مکمل این اقدام ها که پشت سرن انشالله هزینه های امنیت را در کشور ما خیلی کاهش میده. توی استان ما که با چند تا مرز هم جواریم و مشکلات داره، هزینه های شما را به صفر میرسانه، هزینه امنیت را. و وقتی که این رسیدگی است و کار اساسی همینه، وقتی این کار را شما انجام بدید مطمئنا رضایت مردم، حمایت مردم، همدردی مردم را شما به دست میارید با این مسائل. الله تعالی توفیق کنه. همین نوع اقدام با فشار جواب نداده، فشار جواب نمیده و کسانی که فشار میآورن ضرر وارد میکنن. چیزای تجربه شده را تجربه نکنیم. من جرب المجرب حلت به ندم. گفت کسی یک چیز تجربه شده را بار دیگه تکرار میکنه پشیمان میشه، پشیمانی به بر میاد. چیزی که تجربه کردید و یک بار تجربه کافیه. این نوع کارا را شما تجربه بکنید توی کشور و ببین نتیجه شد چه میشه. و صلی الله علی سیدنا محمد. چند تا جمله صحبتی بود که خدمت شما عرض کنم که سفری داشتیم به شهرستان چابهار و کنارک و به شهرستان دشتیاری و واقعا چیزی که من خیلی رنج داد، یکی مسئله آبی، نه خیلی مشکلات ما دیدیم اونجا و این را عرض میکنم که مسئولان محترم مورد توجه خود قرار بدم. یکی چیزی که خیلی در رنج بودن از بهداشت بودن و بهداشت خوبی نبود در اونجا. بیمارستان ها خیلی شکایت وجود داشت و رسیدگی جدی میخواهد. دوم آموزش و پرورش خیلی مشکلات داشت و به هر حال اونجا خیلی مدارس که از امکانات روز خیلی فاصله دارن و دانش آموزان در سختی به اون گرما دانش کسب میکنند. از ابعاد مختلف آموزش و پرورش مشکلات داشت، از لحاظ معلم و نیرو و مربی و به هر حال. و مشکل دیگریشون که بود در بود آب بود، آبی که نیاز حیاتیه و بالاخره آبشون با مشکل تامین میشد. حالا بعضی جا بهتر بود ولی بعضی جا واقعا آب قطع آب داشتن، مشکلات داشتن. و سابق که بنده رفتم چابهار دیگه حالتی داشت، الان خیلی مشکلاتش مزید شده بود. ما امیدواری که مسئولان به کل منطقه، به تمام منطقه توجه در این شرایط توجه بیشتری دولت محترم بکنه و هم مسئولان توجه بیشتری در ابعاد گوناگون و هر ادارات به بخشای خودشون توجه داشته باشند. و یک عرض دیگری که به هر حال همین مرزا بستند و مشکلات های وجود دارد و مردم برای نانشون ماندن بسیاری و هم خواسته مردمی همین است که مرزا باز بشه. انشالله الله اون احتیاطی که مسئولان کردند و در رابطه با امنیت انشالله آینده ما امیدواری که این روند الله تعالی تکمیل بکنه. این روندی که می رود
آینده خیری بیاید انشالله. ما امیدواریم که اسباب آرامش افزایش عملیات و بعضی چیزها را که تلخ و ناگوار دیدیم، ما از باب بعضی عزیزان از مامورین انتظامی شهید شدن، برای ما در داور بود. بعض دیگه اتفاقات پیش آمده، افراد بیگناهی کشته شده و به هر حال از هر طرف که باشه برای ما افراد به هر حال این مشکل هست، سخته که مردم باید توی همین مسائل جریانه بعضی آدم بیگناه در وسط هم میروند یا مامورین جایی برایشون مشکل پیش آمده. انشاءالله همه سبب ناامنی در کل و این ناامنی ها را ما امیدواریم که الله تعالی تبدیل بکنه آینده به امنیت.